توی این پادکست بچه‌ها میخوایم با همدیگه شرایط حال حاضر کشورمون ایران رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که چطور میتونیم توی این شرایط حالمون رو خوب نگه داریم، آرامش داشته باشیم و بتونیم از این شرایط به نفع خودمون استفاده بکنیم. و خب حالا شرایط ایران از چند سال گذشته به سمت و سوی رفته که خب هر بار قیمت حالا دلار افزایش پیدا کرده، یه سری تورم ها ایجاد شده، یه سری تحریم ها ایجاد شده که در نهایت باعث افزایش قیمت ها شده. حالا قیمت خودرو بوده، قیمت خورد و خوراک بوده، قیمت پوشاک و همه چی، خلاصه قیمت ها افزایش پیدا کرده و الان هم خب حالا شرایط به شکلی هستش که دیگه حالا هر بار میخوای بری یک وسیله رو بگیری خب قیمتش خیلی افزایش پیدا کرده و بعضا باید با چند برابر قیمت قبل اون رو تهیه بکنی. سوالی که این روزا خیلی از من بیشتر پرسیده میشه در همین زمینه هستش. آقا مثلا شما آقای حیدری شما میگی آقا ما به تورم توجه نکنیم، به خواسته هامون توجه کنیم، الان مثلا دیگه همه چیز گرون شده و آیا ما باید همینطوری مثبت فکر بکنیم؟ آیا این مثبت فکر کردن ما این تورمی که روز به روز داره بیشتر میشه رو کمترش میکنه؟ یا مثلا افرادی هستن پیام میدن که آقای حیدری من دیگه کم آوردم، درآمدم جواب نمیده، هر چی که میخوام بخرم مثلا چند برابر قبل شده و هر چقدر مثلا میام توجهمو میذارم روی خواستم شرایط تغییر نمیکنه، چی جوری داستان، چی کار باید بکنم؟ و خلاصه کلی از این سوالات به شکل‌های مختلف وجود داره. میخوایم با همدیگه این موضوع رو کامل مورد بررسی قرار بدیم. بچه خیلی نکات مهمی رو قراره توی این فایل بگم، پس قبل از این که من و تمام مقاومتاتو بذار کنار و بعد این فایل رو گوش بده. یادم توی بازاریابی شبکه‌ای که بودیم توی جلسات آموزشی همش بهمون میگفتن که بچه‌ها فنجونتون رو خالی کنید بعد بیایید مثلا توی این جلسات. یعنی چی؟ یعنی همیشه آماده پذیرش، آماده یادگیری باش. یعنی چی؟ یعنی اون من میدونم ها و من بلدم ها رو بذار کنار. وقتی که شما یک فنجون داری که این فنجون پر هستش نمیتونی چیز دیگه‌ای توی اون فنجون جا بدی چون هرچی بریزی لبریز میکنه. اما وقتی فنجون خالی باشه میشه دوباره محتویات درونش رو پر کرد. نمیدونم شمایی که داری الان صدای من رو میشنوی تا به حال چند تا کتاب توی حوزه قانون جذب و موفقیت و احساس خوب و روانشناسی و این مباحث خوندی. نمیدونم تا حالا چند بار سمینار شرکت کردی. نمیدونم چند تا دوره تا حالا گوش دادی. لازمم نیست بدونم. اما میخوام بهت بگم دوست من، هر اطلاعاتی که تا به الان کسب کردی و داری از هر منبعی بوده رو بذار کنار. اون من میدونم ها و من بلدم ها رو بذار کنار و با ذهن باز به حرف های من گوش کن و بهشون فکر کن. صرفا این فایلو مثلا پلی نکن بگی خب آره این حرفا اینجوریه و آره اینا رو که میدونم و اینا رو بلدم و آره دیگه چقدر مثلا فایل خوبی بود. نه، به این شکل اون نتیجه‌ای که من میخوام رو نمیگیری، شرایطت هم تغییر نمیکنه. با ذهن باز، بدون تعصب، بدون قضاوت، اول از همه به حرفای من گوش کن، به اونها فکر بکن و بعدش تصمیم بگیر که حالا تو این شرایط میخوای به چه شکلی به روال زندگیت ادامه بدی و حداقل به خودت قول بده که این فایل رو 5 مرتبه گوش بدی. چون هر بار که گوش میدی درکت نسبت به اون افزایش پیدا میکنه. خب بریم سراغ مباحثی که برای این پادکست آماده کردم. بچه‌ها وقتی یک شرایطی پیش میاد که اصولاً هم حالا شرایط میگیم منفی هستش، یه شرایطی حالا مثل شرایط حال حاضر کشورمون پیش میاد، خیلی از ماها اون چیزی که با چشمانمون داریم میبینیم رو به عنوان واقعیت ازش یاد میکنیم که آقا واقعیت دیگه، گرونی شده، تورم، تحریمیم، نمیدونم همه چیز داره گرون میشه، این واقعیته. همه و چیزی که تو ذهنمونه اینه
همه چیز داره گرون میشه. این واقعیته. و چیزی که تو ذهنمونه اینه که آقا مثلا واقعیت یعنی این که همه مردم دارن همین شرایط رو تجربه میکنن. اما میخوام بهت بگم دوست من، چیزهایی که من و شما با چشمانمون میبینیم واقعیت همه نیست. خیلی به اینا فکر کنا. من توی جاهای مختلف در مورد واقعیت خیلی صحبت کردم و توضیح دادم که واقعیت اصلا یعنی چی. بچه‌ها واقعیت یک چیز ایستا و ثابت نیست که بگیم آقا یه واقعیتی وجود داره، همه هم دارن همون رو تجربه میکنن. واقعیت یک چیز داینامیکه، متغیره، برای هر فردی فرق میکنه. همه یک واقعیت رو تجربه نمیکنن. درسته که این شرایط، حالا تورم، تحریم، هر چی که هستش وجود داره، منم قبول دارم که این شرایط توی همین شرایط یکسان افرادی هستن که نتایج متفاوتی میگیرن، پول روی پول میذارن، حلال و درست. افرادی که نتایج متفاوت دارن توی همین شرایط میگیرن، بچه اونا هم انسانن. 2 گوش دارن، 2 چشم دارن، 2 پا دارن، 2 دست دارن، مو دارن، چه میدونم، همه چیشون مثل ماست. هیچ فرقی با ما ندارن. یعنی هیچ تفاوت ظاهری بین اونایی که چه میدونم پول خوبی به دست میارن، شرایط زندگی متفاوت تری رو تجربه میکنن، و اونایی که پول خوبی به دست نمیارن، شرایط حالا به ظاهر بدتری رو تجربه میکنن وجود نداره. هیچ تفاوت ظاهری ما با همدیگه نداریم. اصلا هم بحث کار کردن این وسط نیست بچه‌ها. همه دارن کار میکنن توی این دور زمونه. خب با اونا که حالا خوابیدن گوشه خونه کاری نداریم. همه داره میرش آماده میکنه تا نون دست ملت بده تا شب. اونی که انتشاراتی داره، اونی که آپاراتی داره، اونی که MDF کاره، اونی که سوپری داره، اونی که دکتر، اونی که وکیله، همه دارن این کاری رو انجام میدن. اما چی میشه که آدما نتایج متفاوت میگیرن؟ اصلا هم بحث شغل نیستا. خیلی فکر میکنن آره دیگه اگه ما هم فلان شغل رو داشتیم درآمدمون مثلا خوب بود دیگه، تو این شرایط مشکلی نداشتیم. نه، به این شکل نیست. همه توی یک شغل نتایج یکسان رو تجربه نمیکنن. توی شغل انتشاراتی من براتون مثال بزنم. یکی از دوستان من هستش که درآمد خیلی خیلی خوبی داره، اما درآمد تمام مغازه‌های اطرافش رو بذاری رو هم شاید مجموعاً نزدیک درآمد این دوست من نشه. چی میشه که توی این شرایط یک نفر مثل این فرد درآمد خیلی خوبی رو داره تجربه میکنه، یه عده‌ام هستن که توی مغازه‌شون دارن مگس میپرونن، یا مثلا شاید مجموعاً نزدیک درآمد این دوست من نشه؟ چی میشه که توی این شرایط یک نفر مثل این فرد درآمد خیلی خوبی رو داره تجربه میکنه، یه عده‌ام هستن که توی مغازه‌شون دارن مگس میپرونن، یا مثلا مشتریایی که دارن مشتریایی هستش که کارهای خیلی ریز و وقتگیری داره که حاشیه سودش هم کمه و همش وقت الکی میذارن و درآمد خیلی خاصی به دست نمیارن، و این دوست من مشتری‌هایی میان سراغش که کارهای خیلی مثلا بزرگی دارن و رقم‌های خیلی بالایی رو میان اونجا کارت میکشن. چی میشه واقعا؟ اگر من و شما داریم میگیم که آقا الان تورمه، الان گرونیه، الان چه میدونم به خاطر این شرایط وضع زندگی من اینه، اگر تورم و گرونی عامل اصلی و تأثیر گذاره، خب چرا برای همه تأثیر گذار نیست؟ چرا برای همه تأثیر نمیذاره؟ وقتی ما اگر میبینیم یک عامل ثابت مثل تورم و گرونی و این داستان ها برای همه تأثیر گذار نیست، یعنی اون عامل اصلی نیست. عامل اصلی شرایط حال حاضر زندگی من و شما نیست. اگه داری شرایطی رو تجربه میکنی که سخته، داری اذیت میشی، بدون به خاطر اون تورمه نیست، چون اگر به خاطر تورمه بود همه باید شرایطشون تغییر میکرد. توی کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاولشین خیلی حرف قشنگی رو میزنه. میگه اگر ما میگیم یک چیزی قانونه و استثنایی در اون قانون وجود داشته باشه، دیگه اسم اون چیز قانون نیست. چون قانون یعنی این که آقا مولای درزش نمیره. اگر ما میگیم عامل اصلی اینه، تصمیمات دولت، تورم دلار، فلانه،
پس باید برای همه بذاره. اما اگر تأثیری رو روی زندگی همه نمیذاره، یک تأثیر ثابت رو، پس اون عامل اصلی نیست. حالا عامل اصلی چیه؟ اون چیزی که تفاوت‌ها رو ایجاد میکنه چیه؟ بچه‌ها تنها تفاوت چند تا اندیشه متفاوته، چند تا دونه باوره. اون افرادی که دارن نتایج متفاوتی میگیرن 4 تا فکر متفاوت تر از اون افرادی که اون نتایج نمیگیرن دارن. جور دیگه ای دارن نگاه میکنن به اون مسائل، باورهای دیگه ای دارن، احساس متفاوتی دارن. اگر آدما همشون بیان اون اندیشه ها و اون باورها رو بذارن توی ذهنشون و همون جوری که اونا دارن به زندگی نگاه میکنن، به مسائل نگاه میکنن، بیان اونها هم همون جور به مسائل نگاه بکنن، اونا هم شرایطشون تغییر میکنه. اگر ما توی این شرایط ناراحتیم، نگرانیم، استرس داریم، ترس داریم، به خاطر اینه که نوع نگاه متفاوتی داریم، به خاطر اینه که باورهای درستی نداریم، به خاطر اینه که فکر میکنیم شرایط و عوامل بیرونی هستن که دارن زندگی ما رو رقم میزنن. مثل چی؟ مثل تورم، مثل قیمت دلار، مثل چه میدونم قیمتایی که هر روز داره افزایش پیدا میکنه، مثل آمریکا. مثلا آمریکا تصمیم بگیره مثلا فلان تحریمو برداره یا بر نداره. فکر میکنیم اون عوامل بیرونی هستن که دارن شرایط زندگی ما رو میسازن. اگه ما الان ناراحتیم و نگرانیم، به خاطر اینه که آقا مثلا اگه من محمدی داری الان ناراحت و نگرانم، به خاطر اینه که من خودم رو تو این کائنات هیچ میدونم، نمیدونم قدرت دارم، فراموش کردم. اگه ناراحت و نگرانم به خاطر اینه که قدرت رو از خودم و خدای خودم گرفتم، دادم به بقیه، دادم به عوامل بیرونی. قدرت رو دادم به اون آمریکاه، قدرت رو دادم به اون دلاره. اگر الان ناراحت و نگرانم، ترس دارم، به خاطر اینه که خودم رو برگی در باد میدونم که آقا هر بادی بیاد منو میبره به یه سمتی، من که از خودم اختیاری ندارم. به خاطر اینایی که من نگران و ناراحتم، نه به خاطر اون شرایطه. وقتی که من خودم رو ناتوان بدونم و احساس قدرت رو در وجود خودم کور کرده باشم، دیگه نگران بودن و ترسیدن و استرس داشتن و عصبانی شدن دیگه کاملا طبیعیه. وگرنه اگه من محمد ایدری بدونم که آقا مهم نیست اون بیرون چه اتفاقی میفته، مهم اینه که من میتونم هر شرایطی که اون بیرون هست نداره، مهم اینه که من میتونم. این که ماها نگران و ناراحتیم به خاطر اینه که یک سری عوامل رو تأثیرگذار بر زندگیمون میدونیم، یک سری قدرت‌ها رو دادیم به عوامل بیرونی. حالا این عوامل بیرونی هر چیزی میتونه باشه. و این یعنی شرک. شرک یعنی چی؟ یعنی شریک قائل شدن، قدرت قائل شدن برای خدا. و خیلی همون فکر میکنیم شرک نداریم و این شرک خیلی مخفیه درون ما. پیامبر یک حدیث معروفی داره، میگه شرک در دل مؤمن، در دل مؤمنا، نه در دل حالا کافرش، میگه شرک در دل مؤمن از راه رفتن مورچه سیاه روی سنگ سیاه در دل تاریکی شب پنهان تره. میگه اینقدر مخفیه و به خاطر همین خیلی همون فکر میکنیم بابا اصلا ما که مشرک نیستیم که. شرک یعنی این. دلیل اینکه خدا اینقدر در مورد شرک توی قرآن گفته و عذابهایی رو براش گفته نازل میشه و گفته آقا من همه چی رو میبخشم، شرک رو نمیبخشم، به خاطر اینه. نتیجهش میشه ترس، میشه نگرانی و اون ترس و نگرانی ارتعاش‌هایی رو ایجاد میکنه توی جهان هستی که باعث میشه اتفاقات بد برای تو بیفته. به خاطر اینکه تو دور میشی از منبعت، به خاطر اینکه از هماهنگی درونیت، از هماهنگی با اون خدا، از هماهنگی با این کائنات دور میشی. به خاطر اینکه بلا سر خودت میاری. پس بدونیم این شرایط حال حاضر نیستش که باعث این مسائل شده. یه مثالی رو براتون بزنم بچه‌ها که این موضوع رو کاملا متوجه بشید و بهتر بتونم اون چیزی که منظورم هست رو بیان بکنم. شما فرض بکنید میخواید رانندگی یاد بگیرید. کسی که میخواد رانندگی یاد بگیره چیکار میکنه؟ میره کلاسای در واقع رانندگی رو شروع میکنه، کلاسای آموزش رانندگی رو.
اول از همه میان چیکار میکنن؟ یه سری آموزش‌های تئوری به شما بکنید. میخواید رانندگی یاد بگیرید. کسی که میخواد رانندگی یاد بگیره چیکار میکنه؟ میره کلاسای در واقع رانندگی رو شروع میکنه، کلاسای آموزش رانندگی رو. اول از همه میان چیکار میکنن؟ یه سری آموزش‌های تئوری به شما میدن. توی آموزش‌های تئوری میان چه میدونم در مورد ماشین صحبت میکنن، در مورد قوانین راهنمایی رانندگی صحبت میکنن، اینکه چجوری مثلا با ماشین کار کنی، کجا پارک کنی، کجا پارک نکنی، حق تقدم کجا با کی و این تابلوها چجورن و فلان این داستانا. و خلاصه میان به تو یاد میدن، این داستان این بازی رو به تو یاد میدن. اگه ما رانندگی رو بازی در نظر بگیریم، شما قوانین این بازی رو یاد میگیری که اگر قراره شما با ماشین بری مثلا توی خیابونا، میدونی آقا کجا گردش به راست ممنوعه، کجا حق تقدم با کیه، کجا چه میدونم باید وایستی، کجا باید حرکت کنی. همینا رو یاد میگیری و همه اینها برای سلامت خودته، برای اینکه بتونی بهتر بازی کنی. چیکار میکنن؟ بهت میگن آقا کلاج اینه، گاز اینه، ترمز اینه، دنده اینه، فرمون اینه، آینه اینجوری باید تنظیم شه، صندلی اینجوری باید تنظیم شه، باید اول کلاجو بگیری، بعد یواش یواش گازو فشار بدی، کلاجو ول کنی و خلاصه این مباحث رو میاد چیکار میکنی؟ یاد میگیری. بعد شما رو میفرستن که چندین جلسه این مباحث رو تمرین بکنی. چجوری پارک کنی، پارک دوبل چیه، چه میدونم دیگه میبرن جاهای مختلف شهر، باعث میشه که شما اون ترسه بریزه یواش یواش. خلاصه یک مهارت اولیه‌ای در شما ایجاد میشه. وقتی که این مهارت اولیه در شما ایجاد شد، شما میری آزمون عملی رو میدی و اگر شما تو اون آزمون عملی قبول بشی، برای شما گواهینامه رانندگی صادر میشه. اما آیا کسی که صرفاً گواهینامه رانندگی داره رو میشه به عنوان یک راننده شناخت؟ به نظر من نه. یک راننده شناخت؟ به نظر من نه. صرفاً کسی که گواهینامه رانندگی رو گرفته راننده نیست. خیلی از افراد رو من میشناسم که 10 ساله چه میدونم فقط گواهینامه رانندگی رو دارن به خودشون یدک میکشن و اصلا نمیتونن پشت فرمون بشینن. اون اعتماد به نفس نیست، اون توانایی نیست، خیلی ترس دارن، خیلی نگرانی دارن، خیلی شک و تردید دارن. اون کسی میشود راننده که تمرین بکنه، یه سری قواعد و قوانین رو یاد گرفته، اصولش رو بهش یاد دادن، باید بره اونا رو چیکار بکنه؟ تمرین کنه. وقتی که تمرین میکنه چی میشه؟ ترساش میریزه، اعتماد به نفسش میره بالا، یه سری چالش ها رو مثلا ازش عبور میکنه و انقدر تمرین میکنه که اینا همش دیگه میره توی ضمیر ناخودآگاهش. یعنی مثلا روزای اول همتون دقت کردید توی بحث رانندگی همش باید دقت کنی اون پدالی که داری فشار میدی گاز. روزای اول همتون دقت کردید توی بحث رانندگی همش باید دقت کنی اون پدالی که داری فشار میدی گاز، ترمز، کلاج چیه، دنده الان روی چنده، وای فرمون اینور بپیچونم. بعد از این مدتی که تکرار میکنی میره تو ناخودآگاهت. کسی که تمرین رو تکرار میکنه بچه‌ها اصول و منطق عملکرد ماشین رو میدونه، یعنی مهارت درش کسب میکنه و این فرد دیگه هیچ ترسی نداره. که مثلا شرایط متفاوتی رو توی رانندگی تجربه کنه. حالا رانندگی چه میدونم تو بارون بوده، حالا میخواد تو باد باشه، میخواد تو برف باشه، چون تجربهشو داره، میدونه آقا مثلا توی رانندگی بارون باید اینجوری رانندگی کنه، توی برف باید اینجوری رانندگی کنه، باید زنجیر چرخ ببنده، سرعتشو کنترل کنه، مه شکناشو مثلا توی مه روشن بکنه. کسی که این تجربه میره بالا دیگه ترسی نداره و حتی اگر نوع ماشین هم تغییر بکنه، با آقا منطق و عملکرد و اصول حرکت ماشین و کنترل ماشین اینه. تا حالا مثلا چه میدونم سوار سمن میشده، حالا بره سوار زانتیه شه. زانتیا مثلا بوده، حالا بره چه میدونم سوار یک ماشینی بشه که دنده اتومات بوده. تا الان دنده مثلا معمولی استفاده میکرده، دنده دستی، حالا رفته دنده اتومات سوار میشه. ترس نداره، نگرانی نداره. و حتی اگر بره سوار ماشینای آفرود بشه که 2 تا دنده دارن که 2 تا دیفرانسیل رو مثلا شما میتونی درگیر بکنی، بازم ترس و نگرانی نداره. میگه آقا خب اینو یاد میگیرم دیگه، نحوه عملکردشو بیسشو بلده. چرا این آدم اینجوریه؟ چرا میتونه هر ماشینی رو برونه؟ چرا ترس و نگرانی نداره؟ چون اصول اولیه رو درک کرده، با ماشین‌های مختلف مثلا رانندگی کرده، میدونه آقا فرمول یکیه، نوع عملکرد یکیه، فرق نمیکنه که.
حالا یه ذره آپشنای ماشینا بالا پایینه، حالا یه جاهایی مثلا یه سری چیزا تغییرات ریز داره، اما بیس کار که یکیه. و چون تجربه داره، ایمان داره که میتونه از پسش برمیاد، دیگه نگرانی نداره، ترسی نداره. این آدم خودش رو عامل اصلی میدونه، به توانایی خودش و نحوه عمل کرده ماشین اعتماد داره و چون این ذهنیت رو داره دیگه ترس و نگرانی ندارد. دلیلش هم توضیح دادیم. خب حالا شما این مثال رو داشته باش، مثال رانندگی که ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم رانندگی یاد گرفتیم، مهارت کسب کردیم و این مهارت اونقدر تکرار شد، اونقدر تجربه شد که دیگه تمام ترس و نگرانی های ما از بین رفت. حالا این مثال رو میخوایم بیاریمش توی بحث قوانین جهان هستی. توی بحث قوانین جهان هستی بچه‌ها، چیزی که ما یاد میگیریم این هستش که همه چیز تأکید میکنم همه چیز از انرژی تشکیل شده. تخت، تلویزیون، گوشی، دریا، خشکی، کویر، جنگل، همه چیز، اصلا کل دنیا از انرژی تشکیل شده. حالا نمیخوام باز وارد بحث انرژی بشم. حالا این جهان چجوری عمل میکنه؟ اینجوریه که انرژی های مشابه کنار همدیگه قرار میگیرن. قانون جذب این کار رو انجام میده، مسئولش قانون جذبه. خب حالا این جهان اینجوریه، ما این وسط چی کاره ایم؟ ما این وسط به عنوان خالق روی کره زمین داریم زندگی میکنیم. خالق چی؟ خالق تجربیات زندگی خودمون. یعنی چی؟ یعنی این که بچه‌ها ما داریم در هر لحظه به این انرژی شکل میدیم. این انرژی که جهان هستی رو شکل داده، یعنی از جهان هستی ازش ایجاد شده، ما داریم به این انرژی اون شکلی که میخوایم و میدیم و اون شکل رو وارد زندگیمون میکنیم. این انرژی که جهان هستیه جهان هستی رو شکل داده، یعنی از جهان هستی ازش ایجاد شده، ما داریم به این انرژی اون شکلی که میخوایم و میدیم و اون شکل رو وارد زندگیمون میکنیم. این انرژی که جهان هستیه هیچ شکلی از خودش نداره، مثل آب بی شکله، نه مربع، نه مستطیل، نه هیچ چیز دیگه. شما اگر آب رو بریزی توی لیوان شکل لیوان میشه، اگر آب رو بریزی توی کاسه شکل کاسه میشه، هیچ شکلی نداره از خودش. بچه‌ها اون جهانی هم که داریم من و شما با چشمامون میبینیم هیچ شکلی از خودش نداره، نه مثبت نه منفیه، جهان خنثیه بچه‌ها. این ما هستیم که داریم بهش شکل میدیم که به چه شکلی وارد زندگیمون بشه. اون بیرون، اون جهان هستی، نه فقر نه ثروت. این من هستم که با اون چیزی که توی ذهنم میسازم به این انرژی جوری شکل میدم که بیماری رو وارد زندگی من کنه یا سلامتی. حالا چجوری به این انرژی شکل میدم؟ با ارتعاشم. ارتعاش چیه؟ اون احساس قالب من. یعنی میخوام انقدر برات ساده کنم داستانو که قشنگ متوجهش بشی. خب گفتیم که جهان هستی از یک انرژی ایجاد شده. ما به عنوان خالق هستیم، به این انرژی شکل میدیم، این انرژی رو اونجوری که میخوایم وارد زندگیمون میکنیم. حالا چجوری به این انرژی شکل میدیم؟ با ارتعاشمون. ارتعاش چیه؟ همون احساس قالبمون. احساس قالب چجوری ایجاد میشه؟ از باورهامون. باورها چی هستن؟ افکار قالب ما، افکاری که قدرت دارن توی ذهن ما، افکاری که زورشون زیاده. حالا چجوری شده که اون افکار قدرت گرفتن؟ زورشون زیاده. حالا چجوری شده که اون افکار قدرت گرفتن؟ با تکرار. چی بوده که تکرار شده؟ یه توجه ساده. توجه چیه؟ اون چیزایی که میبینی، میشنوی، ذهنتو درگیر میکنه، احساستو درگیر میکنه، میشه توجه. اون ورودی های ذهنت میشن توجه. به این روند دقت کنا. این موارد بچه‌ها به این شکل توی هیچ کتاب و دوره من ندیدم اومده باشه. به اینا دقت کن. به این شکلی که من دارم بهت میگم این موارد هیچ جا نیومده. خب پس ما فهمیدیم که این انرژی چجوری داره شکل میگیره. حالا اگر من اون چیزی که دارم با چشمام میبینم توی زندگیم دارم تجربه میکنم و حال نمیکنم،
یعنی چی؟ یعنی شکل خوبی به اون انرژی ندادم، قالب خوبی برای اون انرژی انتخاب نکردم. مثلا شما برای اون انرژی انتخاب نکردم. مثلا شما رفتی یه قالب کیک خریدی، بعد مثلا قالب دایره‌ای شکله، کیک رو پختی، از قالب درش آوردی، حال نکردی باهاش. خب باید چی کار بکنی؟ قالب رو عوض کنی. چجوری؟ با برعکس کردن این روند. حالا بهت میگم. حالا من اومدم شرایط حال حاضرم چیه؟ آقا مثلا شرایط مالی مناسبی ندارم، سخت دارم خرید میکنم، برای یک خرید یک چیز باید کلی برنامه ریزی کنم. خب این میشه شرایط حال حاضر من. حالا از نظر سلامتی، روابط، هر چی میتونه باشه، میخوایم یک موضوع رو با هم دیگه بررسی بکنیم. این شکلیه که من به این انرژی دادم. اگر من اینو دوستش ندارم، میخوام اینو تغییرش بدم. چجوری میخوام چی بشه؟ میخوام به چه شکلی در بیاد؟ میخوام به شکلی در بیاد که آقا درآمد من افزایش پیدا بکنه، بتونم راحت تر خریدامو انجام بدم. این میشه اون شکل جدیده. حالا برای اینکه اون شکل جدید وارد زندگی من بشه، باید چیکار کنم؟ باید اول از همه ورودی های ذهنم رو کنترل بکنم. ورودی های ذهنم رو کنترل بکنم یعنی چی؟ یعنی اون کانون توجهم رو کنترل کنم. یعنی اون چیزایی که میبینم، اون چیزایی که میشنوم، اون چیزایی که میخونم، اون چیزایی که سرچ میکنم، مینویسم، همه اینا رو باید تغییرش بدم. باید در واقع بخواستم توجه بکنم. خب در مورد اون شرایطی که میخوام، در مورد اون درآمده بیام حرف بزنم و این کارا رو انجام بدم و اون باورهای مناسبی که مثلا به من کمک میکنن رو بیام توجهمو بذارم روی اونها. وقتی که من این کار رو انجام بدم، افکار من تغییر میکنه. وقتی که افکار من تغییر کنه، احساسات من تغییر میکنه. وقتی که بیام این روند کنترل ورودی ها و تغییر افکار و تغییر احساسات رو تکرارش بکنم، باورهای من عوض میشه. وقتی باورهای من عوض بشه، احساسات قالب من تغییر میکنه. وقتی احساسات قالب من تغییر بکنه، ارتعاش من عوض میشه. وقتی ارتعاش عوض بشه، اون قالبه و اون شکله تغییر میکنه. اتفاقات و شرایط برای من تغییر میکنه. اینی چقدر داستان قشنگه. حالا یک مثالی برات میزنم تا کامل متوجه این داستان بشی. توی بحث قوانین جهان هستی ما گفتیم انرژی همه چیز هست، ما داریم به این انرژی شکل میدیم. با چی؟ با در واقع ارتعاش و باور و احساساتمون. وقتی که من محمد حیدری باورم این باشه که آقا چه میدونم دنیا پر از کم بوده، هیچ مثلا یه مقدار پول هست دست یه عده، دست دیگه به ما نمیرسه و من همین مقدار پولی که دارم باید اینو حفظش بکنم، این چه احساسی در من ایجاد میکنه؟ احساس نگه. همه چیز داره گرون میشه، هی بیشتر میترسم. ترس نسبت به چی؟ نسبت به آیندم، که آیندم چی میشه، مثلا چی جوری میخوام خرید کنم، من هنوز به این سن رسیدم، خونه ندارم، ماشین ندارم. خب اینا نشون میده آقا اون قالب، اون شکلی که من به اون انرژی دادم و دوستش ندارم. از کجا میفهمم دوستش ندارم؟ چون حس خوبی به من نمیده. حالا ما گفتیم اگه حال نمیکنی بیا قالب رو عوض کن. چجوری قالب رو عوض بکنی؟ بیا دنبال افرادی بگرد که توی این شرایط مثلا دارن درآمد خوبی رو کسب میکنن. بیا باورهای مسمومت رو بذار کنار. بیا اون ورودی ها تو کنترل کن. مدام در مورد افرادی بخون و مطالعه کن که شرایطشون داره تغییر میکنه، روز به روز دارن رشد میکنن، روز به روز دارن پیشرفت میکنن. و وقتی اینا رو میبینی، ذهنت یواش یواش، یعنی نوع فکر کردن تغییر میکنه. مثلا قبلا فکر میکردی که آقا مثلا ورودی هایی رو داشتی قبلا به ذهنت میدادی که ترس و نگرانی بیشتری در تو ایجاد میکنه و وقتی اینا رو میبینی، ذهنت یواش یواش، یعنی نوع فکر کردن تغییر میکنه. مثلا قبلا فکر میکردی که آقا مثلا ورودی هایی رو داشتی قبلا به ذهنت میدادی که ترس و نگرانی بیشتری در تو ایجاد میکرده، الان داری جور دیگه فکر میکنی و خودت میفهمی که حس و حالت بهتر میشه. و وقتی این روند رو تکرار بکنی، باور میکنی که آقا منم میتونم توی این شرایط مثلا رشد بکنم، کسب و کارم گسترش پیدا کنه، درآمدم افزایش پیدا بکنه و حس قالبت میشه حس ایمان. دیگه نگرانی نداری، دیگه ترس نداری و وقتی این کار انجام بدی اون قالب تغییر میکنه بچه‌ها. و وقتی قالب تغییر کنه، شرایط و نتایج توی زندگیت تغییر میکنه. خب تا اینجا ما قوانین این جهان هستی رو با هم دیگه مرور کردیم.
این قوانین مثل همون قوانین رانندگی هستن. ازش آگاه شدیم، اما راننده این دونستن من میتونه شرایط رو تغییر بده؟ خیر. چرا نمیتونه؟ چون برای تغییر شرایط باید ارتعاش من تغییر کنه، برای تغییر ارتعاش باید احساس من تغییر کنه و همه اون مواردی گفتیم. تا زمانی که اون اتفاقها نیفتد هیچ تغییری توی شرایط شما ایجاد نمیشه. و این مسئله‌ایه که خیلی‌ها دارن ها. خیلی‌ها میان آقا کتاب میخونن، فایل گوش میدن، دوره گوش میدن و فکر میکنن چون این حرف‌ها رو شنیدن و چه میدونم 4 تا دوره و کتاب شرکت کردن، میگن آقا خب ما اینا رو میدونیم و فکر میکنن چون میدونن یعنی باورش هم کردن. خیلی به این نکته دقت کنید بچه‌ها. من در مورد این موضوع تو دوره هنر شاد بودنم کامل توضیح دادم که دلیل این که افراد میان کتاب میخونن، دوره گوش میدن، چه میدونم فلان میکنن و نتیجه ای نمیگیرن به خاطر اینه که فکر میکنن آقا همین دیگه، همین ما شنیدیم. دارن ابزار چی ان؟ این که یه سری آگاهی رو به شما انتقال بدن و اونی که باید این آگاهی رو بذاره تو وجودش شما هستی. باید کنترل ذهن داشته باشی، با اون آگاهیایی که دریافت میکنی ذهنتو کنترل بکنی و وقتی ذهنتو کنترل میکنی یواش یواش اون نتایج تغییر میکنه برای تو. حالا ما قوانینه رو فهمیدیم، و فهمیدیم که دونستن قوانین شرایط برای ما تغییر نمیده. برای این که من بتونم شرایط زندگیمو تغییر بدم باید همین قوانین ساده رو تمرینش بکنم. بچه‌ها من فهمیدم ارتعاش چیه، باور چیه، کنترل ورودی چیه، احساس چجوری شکل میگیره، چجوری احساسمو قوی تر بکنم. اوکی من اینا رو فهمیدم. حالا باید بیام تمرینشون بکنم. هر چقدر که بیشتر تمرین بکنم بیشتر ماهر میشم. هر چقدر که مهارت من بیشتر میشه به جنبه‌های مختلف زندگی تسلط بیشتری پیدا میکنم. هر چقدر که بیشتر تمرین بکنم بیشتر ماهر میشم. هر چقدر که مهارت من بیشتر میشه به جنبه‌های مختلف زندگی تسلط بیشتری پیدا میکنم. ترس و نگرانی های من کمتر میشه. چرا؟ چون مسلط شدم دیگه. چون فهمیدم آقا منم که دارم زندگیمو میسازم، من دارم زندگیمو خلق میکنم. دقیقاً میشی مثل یک آشپز یا یک نقاش روی بومش هر چی که دلش میخواد میکشه. آشپز هر غذایی که دلش بخواد درست میکنه، هر جوری که دلش بخواد درستش میکنه، هر طعمی که دلش بخواد به غذاش میده. میگیری داستانو؟ من خودم اون زمانی که بیمار بودم، خب مثالامو تو پادکست های مختلف زدم دیگه، خب اون زمانی که من بیماری های مختلفی رو داشتم تجربه میکردم و بیماری هامو درمان کردم، با تغییر باورها، با کنترل ذهن و کنترل احساساتم اومدم اون کارا رو انجام دادم. وقتی که بیماری های جدیدی می اومد سراغم دیگه نگران نبودم، که دیگه ترسی نداشتم. میگفتم بابا من بازی رو بلدم و دوباره خودم رو بهبود میدادم، دوباره خودم رو خوب میکردم. و وقتی این پندمیک ایجاد شد توی سراسر دنیا من 1 ذره نگران نبودم، 1% نگران نبودم. خیلی از آدما به من پیام میدادن، زنگ میزدن که وای آقای دری چیکار کنیم، این بیماری اومده چی جوریه، من ترس دارم، من استرس دارم. من 1 ذره ترس و استرس نداشتم. حتی این بیماری رو من گرفتم. حالا با دلیل گرفتنش کاری نداریم، بعدم فهمیدم که یه سری مباحث تو عزت نفس بود که باعث شد اون بیماری رو من بگیرم. اما وقتی که اون بیماری رو هم گرفتم هیچ ترس و نگرانی نداشتم. به خدا بچه‌ها اون زمانی که من 14 روز قرنطینه‌ام بودم انقدر شاد بودم، انقدر میگفتم و میخندیدم، انقدر مشغول کارهای خودم بودم که بعضی روزا فراموش میکردم اصلا اون بیماری در من هستش و هیچ گونه علائم خاصی هم مثلا من نداشتم. چرا نگران نبودم؟ چون تمرین کرده بودم، تکرار کرده بودم، میدونستم آقا بازی چی جوریه، داستان از چه قراره. مثلا کسی که آشپزه الان داره تو این قابلمه مثلا برنج درست میکنه، خب یه قابلمه بزرگتر بهش بدم بازم تو همون برنج درست میکنه، چون قانون برنج درست کردن یکیه. خب پس ما فهمیدیم که آقا این قوانین وجود داره و اگر من میخوام از این قوانین استفاده بکنم باید چیکار کنم؟ توشون ماهر بشم.
حالا اومدم چیکار کردم؟ مهارت رو کسب کردم. من الان فردی هستم که به ورودی های ذهنم کنترل دارم، میتونم احساساتم رو کنترل میکنم. من الان به یک همچین فردی و من دارم توی جهانی زندگی میکنم که در هر لحظه داره به احساسات من پاسخ میدهد. گرفتی داستانو؟ با هیچ چیزی این جهان کار نداره ها. اون بیرون اصلا کاری نداره قیمت دلار چقدره. مگه توی کائنات دلار وجود داره؟ مگه توی جهان هستی مرغ وجود داره که قیمتش اهمیت داشته باشه؟ جهان هستی داره بر اساس یک سری اصول کار میکنه. با هیچ چیزی اون بیرون کاری نداره. قیمت دلار هر چقدر که میخواد باشه، مرغ، نمیدونم خونه، تورم، هر چی که آقا هر کی هر چی میخواد بگه. تأکید میکنم بچه‌ها با هیچ چیزی اون بیرون کار نداره ها، و فقط داره به احساسات شخص من پاسخ میده. دارم اینقدر تأکید میکنم روی این کلمات که کامل متوجهش بشی. و وقتی من احساساتم تغییر، دارم اینقدر تأکید میکنم روی این کلمات که کامل متوجهش بشی. و وقتی من احساساتم تغییر بکنه، شرایط برای من تغییر میکنه ها، نه برای همه. چرا؟ چون جهان داره به احساسات هر فرد به صورت جداگونه پاسخ میده. وقتی که من بیام ارتعاشم رو تغییر بدم، احساسم رو تغییر بدم، جهان شرایط رو برای من تغییر میده. فارغ از این که دلار چی میخواد باشه، فارغ از این که قیمت مرغ چیه، فارغ از این که خونه چقدر شده، فارغ از این که میگم پول دست مردم هست یا نیست، فارغ از تمام این عوامل میاد شرایط رو برای من تغییر میده. ایده هایی رو به ذهن من میاره، آدمایی رو وارد زندگی من میکنه که باعث میشه من سلامت بشم، کسب و کارم رونق پیدا کنه، درآمدم افزایش پیدا بکنه. دقیقاً یکی از دوستان من تو همین شرایط اومد روی باوراش کار کرد، یعنی ارتعاشش رو تغییر داد. خب الان داریم میگیم آقا گرونی اجناس گرون شده، داشتش از کارش. بعد دید آقا خب داره قیمتا بالاتر میره، شرایط عوض میشه و این داستانا. اومد روی باوراش شروع کرد به کار کردن، روی باورهایی که در زمینه ثروت هستش و ارتعاشش رو تغییر داد، اون قالبه رو تغییرش داد. حالا اتفاقی که افتاد چی بود؟ اینی که ماه اول یه مقدار افزایش درآمد تجربه کرد، ماه دوم یه مقدار بیشتر افزایش درآمد تجربه کرد، ماه سوم همینطور. یعنی الان 3-4 ماه داره رو باورش کار میکنه، هر ماه داره افزایش درآمد تجربه میکنه. تو همین شرایط که میگن قیمت ها افزایش پیدا کرده، اجناس گرون شده، بچه‌ها باورتون نمیشه این آدم هدایت شده به سمت مغازه و جایی که اجناس رو خیلی ارزونتر از قیمت چه میدونم حتی پارسال پریسال میخره و اون اجناس رو میاد با قیمت جدید باز میفروشه، چون قیمت الانش واقعا همونه و چند برابر پولش افزایش پیدا میکنه. یعنی میخوام بهت بگم وقتی قالب تو عوض میشه، شرایط تو اینجوری تغییر میکنه. جهان داره اینجوری کار میکنه و زور بیشتر اینجوری تغییر میکنه. جهان داره اینجوری کار میکنه و زور بیشتری نمیزنه درآمد بیشتری داشته باشه. از همون کار، توی همون کار ایده هایی به ذهنش میرسه، کارایی رو انجام میده، به اجناسی، به مشتریایی هدایت میشه که اون درآمدها رو هر بار براش افزایش میدن. گرفتی داستانو؟ وقتی که من بدونم آقا این قدرت و این قابلیت رو دارم و که مثلا با احساساتم بیام نتایجم رو تغییر بدم و جهانم داره اینجوری کار میکنه، جهان داره به احساسات من پاسخ میده، وقتی که اینو واقعا درک کرده باشم و تو وجودم باشه، آیا من نگران میشم؟ آیا اعصاب من خورد میشه؟ آیا استرس میگیرم نسبت به آیندم؟ آیا به این اون فوش میدم؟ نه، چون میدونم آقا اتفاقات رو من دارم خلق میکنم. اصلا مهم نیستش که اون بیرون چیه، اون بیرون اتفاقات هر چی که هست باشه، من اتفاقات خودم رو میسازم و مسئول 100% زندگی منم، مسئول فقر یا ثروتم منم، مسئول سلامتی یا بیماری منم، مسئول روابط خوب یا بدم منم. چرا؟ چون جهان داره به احساسات من پاسخ میده. تو همون بحث کیک پختن، وقتی که میای قالب کیکی رو میخری که دایره‌ایه، مثلا یه دایره ساده است و کیکت رو میپزی و میبینی آقا این شکلی که ایجاد شده خیلی دوستش نداری، نمیری بزنی تو گوش فروشنده، که
نمیری با قالب ساز دعوا کنی که بگی چرا قالبت این شکلیه، که میگن آقا مدل‌های مختلف بوده، شکل گل بوده، شکل پروانه بوده، شکل قلب بوده، مربع بوده، خودت این دایره رو انتخابش کردی، خودت انتخابش کردی، این همه مثلا امکانات بوده، تو اون قالب دایره رو برداشتی. حالا توی زندگی هم همینه دیگه، ما مسئولشیم. اگه الان شرایط آقا داغونه برای ما مثلا، نباید بریم تو گوش دولت بزنیم، که نباید بریم تو گوش آمریکا بزنیم چرا تورم ایجاد کردی، که چون اونا عامل نیستن. تو این ارتعاش رو انتخاب کردی که اون شرایط رو برای تو ایجاد کرده. این فایل رو باید چند بار گوش بدی تا کامل متوجه بشی من چی میگم باید اون قالبه رو خودت تغییرش بدی. بی نهایت قالب وجود داره، فقرم وجود داره، ثروتم وجود داره. تو کدوم قالب رو میخوای؟ سلامتی هم وجود داره، بیماری هم وجود داره. تو کدوم قالب رو میخوای؟ بیا همون قالب رو ایجاد بکن. میان به هم میریزن، نگران میشن، یا از این آگاهی ها مطلع نیستن، نمیدونن چه قدرتایی دارن، نمیدونن جهان هستی چی جور داره کار میکنه، یا فقط در حد دونستنه که آقا من میدونم یه ارتعاشی هست، یه باوری هست، اگه باورات عوض کنی نتایج تغییر میکنه، و اون دونسته ها درک نشده، عمل نشده بهشون، تمرین و تکرار نشده. اگر داری میگی آقا من رو خودم دارم کار میکنم، روی باورام دارم کار میکنم، دوست من اگر داری اینو میگی باید نتایجت هم عوض بشه، باید عمل کردت هم عوض بشه. تو یک همچین شرایطی میفهمی که چند مرده حلاجی و چقدر روی خودت کار کردی. باورها در عمل خودشون رو نشون میدن بچه‌ها، نه حرف. من میتونم حرف بزنم، من میتونم بگم آقا من باور دارم که ماهی مثلا فلان قد در میارم، من کاریه که مثلا میتر کنه، من باور دارم که ثروتمند شدن مثلا راحته. هر حرفی رو ما میتونیم بزنیم، اما عمل کرده من چیه؟ اگر من محمد ایدری میگم من ایمان دارم و باور دارم که کار من نتیجه میده، عمل کرده من چیه؟ آیا هر روز میرم اون کار رو انجام بدم؟ اگه مثلا تو بحث اینستاگرام مثلا کار من اینه که بخوام برم اینستاگرام محصولمو معرفی بکنم، اگه باور دارم که این کار من میتر کنم آدمو محصول منو میخرن، عمل کرده من چیه؟ آیا میرم هر روز محتوا بذارم؟ آیا میرم هر روز پست بذارم؟ اینه که میگم ببین توی عمل داری چی کار میکنی. اگه داری مثل قبلت عمل میکنی یعنی هنوز اون باور تغییر نکرده. اگه میگی آقا من باور فراوانی دارم، چی جوری میری خرید میکنی وسایلت رو؟ 2,000 از حسابت کم میشه قلبت میتپه، تپ میکنی، خب اون یعنی باور فراوانی هنوز شکل نگرفته. چی جوری میری خرید میکنی وسایلت رو؟ 2,000 از حسابت کم میشه قلبت میتپه، تپ میکنی، خب اون یعنی باور فراوانی هنوز شکل نگرفته رفیق من. اگر باور داری که آقا تو داری شرایط زندگی تو خلق میکنی، دیگه فحش دادن به دولت معنا نداره. اگر کارهای دولت یا چه میدونم مسائلی که توی کشور ایجاد میشه اعصاب تو به هم میریزی، یعنی تو تسلطی بر زندگیت نداری، یعنی تو باورت اینه که اون شرایطن که دارن زندگی منو میسازن. پس خودتو گول نزن، توهم کار کردن روی خودت رو نداشته باش. کار کردن روی خودت باید نگرانی هاتو کم کنه، باید ترس هاتو کم کنه. توی این آشفته بازاری که بیرونه بچه‌ها، به خدا من آرامش دارم، من حالم خوبه، نگران هیچ چیز نیستم، نگران آیندم نیستم، چون میدونم آیندم خودم میسازم. حالا همه چی عوض شه، نمیدونم لوله کشی گاز عوض شه، نوع گاز عوض شه، نوع فلان عوض شه، اون بلده. یکم بالا پایین شاید بشه ولی در نهایت به خواستش میرسه. دوست من اگه میخوای شرایطت عوض بشه، اگه میخوای توی این شرایط نتایج متفاوتی بگیری، اول از همه ذهنت رو آروم کن. آرامش ذهن داشته باش. به خدا بچه‌ها، غر زدن، ناله کردن، فحش دادن، اعتراض کردن، کمپین حمایت از فلان زدن،
توجه به این شرایط. بچه‌ها این که بخوای همش این شرایط استوری کنی، پیگیر اخبار باشی و این همه چه میدونم این کارهایی که همه دارن انجام میدن انجام بدی، هیچ کمکی بهت نمیکنه. فقط حال خودت رو بد میکنه. فقط حال خودت رو بد میکنه. فقط احساس خودت رو بد میکنه. هیچ چیزی رو تغییر نمیده. در طول تاریخ این ثابت شده. بابا این همه ملت غر زدن، این همه ملت چه میدونم ناله کردن، این همه اعتراض کردن، این همه کمپین زدن، این همه هشتگ فلان زدن. خدا وکیلی چی تغییر کرده؟ یه دو تا چهار تا ساده است. بشین با خودت یه حساب کتاب ساده بکن، ببین چی کار کردن و چه نتیجه‌ای داشته. اگه تو داری همون کار میکنی، خب بدون نتیجه تو هم همون میشه. به اینا فکر کن. برای تغییر شرایط بچه‌ها اول از همه باید خودت رو به آرامش ذهن برسونی. باوراتو درست بکنی، ذهنتو کنترل بکنی. باوراتو درست بکنی، ذهنتو کنترل بکنی. دیگه حالا با هر روشی هم که میتونی این کار انجام بده، این آرامش رو برای خود ایجاد کن. این مثلا میتونی با طبیعت رفتن، با پارک رفتن، با خلوت کردن با خودت، با شکرگزاری کردن برای چه میدونم نعمت‌هاتو دیدن. با اینا اول از همه بیا ذهنتو آروم کن، یه ذره حالتو بهتر بکن و بدون که آقا یه راه حلی وجود داره. باور کن، ایمان داشته باش، به جهان هستی اعتماد کن که وقتی احساس تو تغییر می کند، شرایط و نتایج برای تو تغییر می کند. این جمله ای دارم که اینو خیلی ازش استفاده کردم تو دوره‌های مختلف، جاهای مختلف. گفتم اینو که وقتی نوع نگاهت تغییر میکنه، همه چیز طبق نگاه جدیدت تغییر میکنه. اینو بهش راه حلی هست، بدون قطعا شرایط تو هم تغییر میکنه، بدون به جهان اعتماد کن، بدون که بهش به احساساتو پاسخ میده. خودتو با آرامش برسون. وقتی که این کارو انجام بدی، ایده ها سراغت میان، ایده های کارساز به ذهنت میرسه، آدمای جدید وارد زندگی تو میشن، بهت کمک میکنن، دستتو میگیرن و باعث میشه که وقتی به اون ایده ها عمل میکنی، نتایج تغییر بکنه، شرایط تغییر میکنه، برای تو تغییر میکنه ها، نه برای همه، برای تو تغییر میکنه، چون تو داری ارتعاش متفاوتی رو به جهان میفرستی. اینکه غالب مردم ایران دارن این شرایط تجربه میکنن به خاطر اینکه غالب مردم ایران توجهشون روی اون چیزی که نمیخوان، توجهشون روی گرونیه، روی فقر، روی بدبختی، روی چه میدونم قیمت مرغ، روی قیمت پنیر، روی قیمت فلانه. هی اعتراض میکنن، هی قور میزنن. توی هر جمعی که میشینی، با هر کسی میشینی صحبت کنی، ای مملکت فلان گرون شده، استوری میذارن. آقا قرار توجهشون رو چیه؟ رو چیزایی که نمیخوان. از کجا میشه بفهمی توجهت روی چی؟ از احساست. حالشون خوب نیست، بعد تعجب میکنن چرا شرایط داره اینجوری پیش میره. اگر غالب مردم جامعه کانون توجهشون تغییر کنه، شرایط کل کشور تغییر میکنه. اما ما نمیتونیم مثلا صبر کنیم بگیم آقا غالب مردم جامعه توجهشون تغییر کنه، چون اتفاق هیچ وقت نمیفته. نمیشه که همه یک جور فکر کنن. اما تو اگر جور متفاوتی فکر کنی و جور متفاوتی در واقع احساس بکنی، تو نتایج متفاوتی میگیری. این که میگم هیچ وقت این اتفاق نمیفته، منظورم این نیست که قرار شرایط ایران تا ابد همینجوری باشه ها، نه. ممکنه این تضادها، این در واقع این تضادهایی که مردم دارن تجربه میکنن، در نهایت باعث میشه خواسته قدرتش بیشتر بشه و اون شرایط رو تغییر میده. اما ما نیازی نیست صبر کنیم تا اون اتفاق بیفته. ما میتونیم زندگی خودمون رو الان خلق بکنیم، جزو اون افرادی باشیم که مثبت فکر میکنن، جور دیگه به جامعه نگاه میکنن، حالشون رو خوب میکنن، شرایط برای اونا تغییر میکنه. میخوام اصل داستان متوجه بشی. پس برای تغییر شرایطت اول از همه به آرامش ذهن برسون خودت. یه دیدگاه دیگه هم بچه‌ها بذاریم بهتون بگم، یه دیدگاهی که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه توی این شرایط و اونم اینه که
زندگی رو مثل یک بازی ببینید، مثل یک بازی ببینش. شاید الان بگی بابا آقای حیدری بازی چیه، قیمت فلان اینه، میخوام اینو بخرم نمیتونم، میخوام اونو بخرم، میخوام اینو بخرم نمیتونم، میخوام اونو بخرم نمیتونم. چی داری میگی؟ اما به حرفام گوش کن، سعی کن بهشون فکر کنی. زندگی رو توی این دنیا مثل یک بازی در نظر بگیر که خدا توی قرآنم اومده بهش اشاره کرده که زندگی در این دنیا بازی بیش نیست. و لهو و لعب. من اینو بارها جای مختلف بچه‌ها گفتم که زندگی در این دنیا مثل یک بازی میمونه و این بازی مثل هر بازی دیگه‌ای قواعد و قانون خودش رو داره. هر کسی که میخواد توی بازی زندگی برنده بشه اول از همه باید قوانینش رو بدونه، همون بحث انرژی و ارتعاش و این داستانا، و بعدش بیاد چیکار کنه؟ در استفاده، تأکید میکنم در استفاده از اون قوانین به مهارت برسه. اگه به مسئله‌ای برمیخوری رفیق من توی این بازی زندگی، اگه به مسئله‌ای برمیخوری بدون توانایی حل شدنش در تو گذاشته شده، میتونی ازش عبور بکنی. این بازی ها رو دیدی؟ نمیدونم تا حالا با کامپیوتر یا موبایل بازی های مختلف انجام دادین یا نه. توی این بازی ها چالش هایی وجود داره. چه میدونم یه عده آدم هستن با چه میدونم چاقو و چماق میافتن دنبالت، با تفنگ میافتن دنبالت که مثلا مانع تو بشن و خب یک تضاد تو رو ممکنه بکشن. اینا یک مسئله است توی بازی ها، اما هیچ کدوم ماها توی این بازی ها نگران نمیشیم. چرا؟ چون میدونیم آقا اگر این بازی چالش داره، این آدما هستن که نذارن من برم، منم تفنگ دارم و منم چه میدونم چماق دارم و منم مشت و لگد دارم و منم تک تیرانداز دارم و میگیری داستانو؟ تمام بازی ها بچه همینه. قدرت این که تو مسئله رو برطرف کنی هم در اون کاراکتر بازی گذاشتن. هیچ بازی تا حالا ساخته نشده که مسائلی داشته باشه، مرحله‌ای داشته باشه که نشه ازش عبور کرد، یعنی انقدر سخت باشه که نشه ازش عبور کرد. هیچ بازی تا حالا به این شکل ساخته نشده. چرا؟ چون اگر ساخته بشه اصلا فروش نمیره. چه بازی مسخره‌ای که من بخوام برم اینجا توش گیر بکنم؟ چرا باید به این بازی پول بدم؟ من یادم یه زمانی پلی استیشن 2 گرفته بودم و مشغول بازی بودم، حالا نمیدونم یه بازی رو انجام میدادم، بازی چی بود، و بازی نمیدونم خدای جنگ بود چی بود، داشتم بازی میکردم. من توی 2 مرحله از اون بازی مثلا گیر کرده بودم. خب من اصلا کلا میگم هیچ وقت خودم رو آدم گیمری نمیدونم که بگم گیمرم و فلان و اینا، فقط واسه دل خودم هر چند وقتی مثلا من توی 2 مرحله از اون بازی مثلا گیر کرده بودم. خب من اصلا کلا میگم هیچ وقت خودم رو آدم گیمری نمیدونم که بگم گیمرم و فلان و اینا، فقط واسه دل خودم هر چند وقتی مثلا بازی میکردم، این بازی رو دوست داشتم مثلا انجامش میدادم. بعد یه جا گیر کرده بودم یک دره‌ای باز نمیشد و اصلا هر کاری که به ذهن من رسید انجام دادم. بعد آقا رفتم توی یک کلوپی، مثلا گفتم آقا کی اینجا مثلا این بازی رو انجام داده، بلده مثلا این مرحله رو رد کنه و این داستانا، مثلا گفتش که من. بعد آقا اون مموری کارت، اون حافظه بازیمو زدم اونجا و گفتم آقا این مرحله رو من گیر کردم. بعد طرف تا بازی رو دید گفت آها این مرحله است، اومد 2 شوکر بازی رو با هم دیگه فشار داد، طرف یه حرکتی زد در پودر شد و رفت مثلا مرحله بعدی. اگر اون راه حل نداشته مثلا من نمیتونستم برم، چون من راه حلش رو بلد نبودم، چون اصلا فکر نمیکردم این بازی جوری باشه که تو 2 شوکر رو بزنی یک حرکتی بزنه. یه مرحله دیگه بازی رو مثلا گیر کرده بودم، باز به همیشه هست. توی بازی زندگی هم دقیقاً همینه، راه حل هست بچه‌ها. از اون طرف هم هیچ بازی ساخته نشده که چالش نداشته باشه ها. ما گفتیم هیچ بازی در واقع اینجوری نیستش که چالشاش اونقدر سخت باشه که در واقع نشه ازش عبور کرد. هیچ بازی هم ساخته نشده که هیچ چالشی نداشته باشه، شما همینجور دکمه جلو رو بگیری مثلا بره همینجور برنده شه. چه بازی مسخره ایه. خب این بازی هم فروش نداره. چرا؟ چون بازی رو برای هیجانش آدمو میرن میخرن، واسه اون لذته، واسه اون کیفه. چالش‌ها مساوی هیجانن. این که من بتونم
یه مرحله از بازی رو رد بکنم بهم احساس لذت میده، احساس قدرت میده، احساس در واقع خالق بودن میده، احساس توانمند بودن میده و برای اون احساسا، برای اون لذت‌ها من میرم اون بازی رو میخرم. وقتی یه بازی چالش نداشته باشه من نمیرم اصلا اونو بازی کنم. یه بازی چالش نداشته باشه من نمیرم اصلا اونو بازی کنم. توی زندگی هم همینه بچه‌ها. همین چالش هایی که ما داریم تجربه میکنیم، حالا این مسائلی که اسمشو میذاری گرونی، اسمشو میذاری پندمیکی که تو دنیا هست، همه اینها باعث جذابیت این بازی زندگی میشن. اما کسی که بدونه تواناییشو داره، یه سری قابلیت‌ها برای رد شدن از این مراحل داره، اون دیگه نگران نیست. اون میدونه آقا این چالش‌ها پخته ترش میکنن، رشدش میدن، لذت میبره، از خلق کردن لذت میبره. خیلی از آدما دوست دارن که بابا زندگی کلا گل و بلبل باشه، هیچ چه میدونم بالا پایینی نداشته باشه، همینجوری روزا بیاد بره دیگه. خب این زندگی هم زندگی مسخره‌ایه، زندگی بیروحیه. هیچ وقت اینجوری نمیشه دنیا، اصلا جهان اینجوری کار نمیکنه. و ما چون میدونستیم دنیا اینجوریه، یه سری تضادها، یه سری چالش‌ها وجود داره و ما هم توانایی رد شدن از این چالش‌ها رو داریم، با این آگاهی، با اشتیاق اومدیم روی این کره زمین زندگی کنیم. پس سعی کن دوست من بازی کردن رو توی این بازی زندگی یاد بگیری. الان دارن بچه‌ها آدما سرند میشن، آدما دارن جدا میشن. دیدی وقتی الک میگیری دستت، این الک رو که تکون میدی، یه عده از این مثلا از اون مواده از اون الک رد میشن، یه عده اون بالای میمونن. یعنی جهان هم الان داره همین کارو میکنه، آدما رو سرند میکنه واسه مرحله بعد. اونایی که کم بیارن، جا بزنن، خودشون رو ناتوان بدونن، ضعیف باشن، تا این مرحله میمونن یا له میشن. اونایی که میان نوع نگاهشون رو متفاوت میکنن، از این تضادها به نفع خودشون استفاده میکنن، میرن مرحله بعدی، رشد میکنن، بزرگتر میشن، درآمدشون افزایش پیدا میکنه، سلامتیشون بیشتر میشه. پس بیا این بازی کردن رو یاد بگیر، بذار جزو افرادی باشی که میری مرحله بعد. باور کن بچه ها، باور کنید اعمال ما قدرت خلق ندارن. اینقدر روی اون اعمالت برای تغییر شرایط تکیه نکن. اگه اینجوری باشه یه جای کم میاری، یا زیر اون فشار له میشی، یا خسته میشی. ما نیومدیم تو این دنیا که زجر بکشیم، نیومدیم پدرمون در بیاد، نیومدیم چی بگم دیگه، اومدیم زندگی کنیم، لذت ببریم، خوش بگذرونیم. و خوش گذشتن زمانی هستش که ما این قوانین رو یاد بگیریم. درسته خیلی از آدم ها هستن که این قوانین رو نمیدونن ولی دارن موفق میشن. اونا ناآگاهانه دارن از این قوانین استفاده میکنن. ما آگاهانه میتونیم بهتر این شرایط رو برای خودمون رقم بزنیم. باور کن که اعمال ما قدرت خلق ندارن. برای به دست آوردن یک چیز اول باید با اون از نظر ارتعاشی هماهنگ بشی، باید مقاومتاتو برداری. خیلی از افراد این هماهنگی با خواستشون رو ندارن و میخوان چیکار کنن؟ میرن با اعمالشون این عدم هماهنگی رو پر کنن و نمیشه. چون جهان اینجوری کار نمیکنه. چون جهان اعمال و کارهایی که انجام میدی رو اصلا نمیفهمتش، کاری نداره با اونها. جهان با ارتعاش ما کار داره، ما رو دریافت میکنه و اونها رو وارد زندگی ما میکنه. بحثم این نیست عملگرا باشی یا نباشی، یا این به خودت ارتباط داره که میخوای عملگرا باشی یا نباشی. بحث من اینه که عملگرایی بدون ذهنیت درست بی ارزشه و نتیجه نداره. این همه ملت دارن صبح تا شب میدونن عملگران، اما ذهنیت درست ندارن و به خاطر همین نتیجه نمیگیرن. پس اگر قرار بود بچه‌ها اعمال ما نتیجه بده، این همه آدم الان زندگیاشون همه گل و بلبل بود. همه دارن عمل میکنن. توی تمام صنعت ها همینه. صنعت بیمه بگیر، صنعت مشاغل مختلف بگیر.
طرف داره میره اقدام میکنه برای فروش، طرف داره میره اقدام میکنه برای تیم سازیش مثلا، اما ذهنیتش نادرسته. ذهنیتش نادرسته. داره عمله رو انجام میده، با ذهنیت نادرست نتیجه نادرست میگیره، اما ذهنیتش نادرسته. ذهنیتش نادرسته. داره عمله رو انجام میده، با ذهنیت نادرست نتیجه نادرست میگیره. یعنی میخوام که در انتهای فایل اینو بهت بگم که دوست من، از حالت زور زدن بیا بیرون، از حالت تقلا کردن بیا بیرون. با زور زدن چیزی حل نمیشه. خیلی از بچه‌ها به من پیام میدن که آقای دری ما داریم مثبت اندیشی میکنیم، ما داریم توجه میکنیم به خواسته هامون، این مثلا چه میدونم شرایط تغییر نمیکنه. یعنی میفهمم که طرف داره زور میزنه توجه کنه به خواستش، زور میزنه مثبت اندیشی کنه و اینا نتیجه نمیده. چون نتیجه توجه به خواسته ها و اون مثبت اندیشی باید بشه احساس خوب، حال خوب واقعی. این که شما بیای مثلا بگی من دارم به خواستم توجه میکنم و حال درونی هنوز بده، هنوز نگرانی، یعنی تو به خواستت واقعی باشه. زور نزن. یکم حال خودتو خوب کن، یکم آرامش داشته باش و بدون شرایط تغییر میکنه برای تو. یواش یواش هدایت میشی به اون مسیر. و اگر میخوای شرایطت عوض بشه، الان وقتشه ها. الان وقتشه. اگر میخوای قوانین رو یاد بگیری و بهتر درک کنی، الان بهترین وقتشه دوست من. نذار شرایط سخت بشه و اونقدر سخت بشه که دیگه خیلی به زور بخوای وارد مسیر درست بشی. نذار فشار بیشتر بیاد رود. نذار زیر این فشارا له بشی. نذار انقدر اذیت بشی. الان بهترین وقت برای اینه که این قوانین رو اگر آگاه نیستی ازش بیا یاد بگیری و اگر آگاهی درکت رو نسبت به اونها افزایش بدی و سعی کنی که بهشون عمل بکنی. و توی این مسیر من در کنارتم بچه ها. هر سوالی که داری مسیر من در کنارتم بچه ها. هر سوالی که داری بپرس. این همه فایل تا به الان آماده شده، به صورت هدیه در اختیار شما قرار گرفته و اگر میخوای این قوانین رو به صورت خیلی جدی‌تر یاد بگیری، باز هم من در کنارت هستم و میتونم این کار برات انجام بدم. خیلی نکات خوبی مطرح شد. تایم این پادکست خیلی بالاتر رفت و خب اصلا اهمیتی نداره، چون این فایل رو گفتم آماده کردم برای اینکه کمک کنه، اول از همه به خودم و بعد به تمام اون دوستانی که میخوان شرایطشون در زندگی عوض بشه. و امیدوارم که شما هم از این فایل استفاده کنید. این فایل هم مسیر خودش رو پیدا میکنه. مسیرش رو پیدا میکنه. اگر فکر میکنی افرادی هستن که به این آگاهی ها نیاز دارن و میتونه بهشون کمک بکنه، جمعی